از 18 تا 22 نوامبر سال جاری در شهر دوشنبه هفته تحصیل بین‌المللی جشن گرفته می شود. هفته با نمایشگاه تحصیلاتی واقع در کتابخانه ملی تاجیکستان روز 18 نوامبر برگزار گردید. در آن مؤسسه‌های تعلیمی از قبیل شورای آمریکایی اکسلز، مرکز مشورتی تحصیلاتی Education USA، مرکزهای آمریکایی American Spaces، دانشگاه آسیا مرکزی، مرکز فرهنگی باختر، سفارت بریتانیا کبیر، تشکیلات جمعیتی پیشرفت، علمخانه، انستیتوت جمعیت کشاده، بنیاد مدد و دفتر ملی اراسموس اشتراک کردند. از نام سفارت آمریکا برای اشتراک شما در مرکه امروزه اظهار منتداری می نمایم. لطفاً با همه تشکیلاتی در اینجا بوده شناس شود و از اطلاعات و امکانیت‌هایی که در هفته تحصیل بین‌المللی پیشکش می‌شوند استفاده برید و همه شما برای کار در کسب انتخاب کرده آینده‌تان باری خوب تمنا می نمایم. برای کار موفقیت. این تشبث مشترک دپارتمنت دولتی و وزارت معارف ایالات متحده آمریکا از جزء است از کوشش‌های ایالات متحده در ترغیب برنامه‌هایی که از یک طرف برای آماده ساختن خلق آمریکا به زندگی در محیط جهانی روانه گشته، از طرف دیگر پیشوایان کشورهای دیگر را به آموختن و استفاده بردن تجربه پیشقدم ایالات متحده آمریکا جلب می‌نماید. در نمایش مذکور نمایندگان سفارت ایالات متحده آمریکا، نماینده دانشگاه آسیا مرکزی شهر خاروق و نمایندگان دیگر برنامه‌ها در تاجیکستان فعالیت داشته با روزنامه‌نگاران صحبت داشتند. نام من مقصود جمشید، دانشگاه ملی تاجیکستان میباشم، در کورس 4 تحصیل مینمایم. این نمایشگاه برای ما یک مفخه یا یک محیط بود که یعنی یک غذای معنوی به مدیریت فکر کرده، یعنی در آینده در دانشگاه‌های اروپا یعنی خوانده آمده به دولت خود آمده در اینجا کار و فعالیت نماید. ما در جمهوری تاجیکستان برنامه‌های گوناگون فرهنگی داریم. اکثریت آنها برنامه‌های مبادله‌ای هستند. برنامه‌های مبادله‌ای برای خوانندگان صنف بالایی، دانشجویان و متخصصان راه‌اندازی شدند. همچنین ما صاحبکاران، نمایندگان حکومت، معلمان و اکادمیک‌ها را به آمریکا برای آشنا شدن با فرهنگ و نظام دولتداری می‌فرستیم. در برابر این موسیقی‌نوازان، رسامان، ورزشکاران و سخنگویان از آمریکا به تاجیکستان آمده طبق برنامه‌های پیش‌بینی شده فعالیت می‌کنند. با واسطه برنامه مبادله‌ای فلکس ما خوانندگان صنف‌های بالایی مکتب را برای تحصیل 1 ساله به آمریکا می‌فرستیم. برای دانشجویان برنامه یوگراد عمل می‌نماید که دانشجویان می‌توانند طبق آن نیم سال در آمریکا تحصیل نمایند. با واسطه برنامه فول برایت ما دانشجویان، معلمان، محققان را به آمریکا می‌فرستیم. برنامه‌ها هستند که برای طلبه‌ها مخصوصا در آمریکا هستند. برای دانشجویان برنامه ماستری یعنی ماجستراتورا در اینجا با دانشجویان پیشنهاد کرده شدند که در دانشگاه‌های اروپا، در آمریکا و مخصوصا در اروپا در بریتانیای کبیر تحصیل نمایند، یعنی توسط استیپندیاها که به زبان انگلیسی اسکولارشیپ میگویند. دانشجویان دانشگاه آسیا مرکزی شهر خاروق خصوصا دانشجویان وطنی خیلی با استعدادند. آنها همیشه در جستجوی علم هستند و برای عملی کردن مقصدهایشان زحمت زیاد میکشند. آنها در دانش آموزی مناسبت جدی دارند، حال آنکه چنین صداقتمندی نسبت به تحصیل در اروپا و آمریکا کم به نظر میرسد. دانشگاه آسیا مرکزی شهر خاروق دانشگاه نو بوده از جهت شرط و شرایط در زمینه
аввал меистад. мақсади донишгоҳи осиёи марказӣ омода намудани пешвоёни оянда мебошад то ки саҳми онҳо дар пешбурди ҷомеа назаррас бошад. ашхосе ки хоҳиши таҳсил намудан дар донишгоҳи мо доранд вале вазъи иқтисодии хуб надоранд, ҳанӯз ҳам имкони таҳсил намудан дар донишгоҳи моро доранд. диққати мо хусусан ба таҳсил фаро гирифтани занон мебошад то ки дар оянда ҷомеаи солим ташаккул ёбад. People gaining access to education regardless of their financial means. And it's very important when women to participate because we want this development to be durable and we want to sustain this effort in the long run.